दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन तुझको मैं कर लूं हासिल. دوبله شده در استودیو جم. پادمینی ببین حال دخترمون خوبه هیچیش نشده. خوبه حالش خوبه. این فسقلی داشت برامون فیلم بازی میکرد. معلومه که خیلی فیلمه. خدایا همیشه از من و بچه‌م مراقبت کن. چی شد پنچر کردی؟ مگه چش نداری؟ فکر کردی باد من در رفت؟ خب پیاده شین لاستیک ما عوض کنین. برو پایین دیگه. نگاه کن اینم پنچر شده. جفت لاستیکا با هم پنچر شد؟ معلومه قضیه خیلی جدیه. بلراد چودری فکر کنم دوران تاریکت شروع شده. چشم بد ازش دور باشه. نقش صورتش معلومه که این بچه نظر کرده است. خب سر فیلم برداری به دنیا اومده، پس باید مثل بازیگر خوشگل باشه. آره برین کنار زود باشین. سلام آقای هنگال. مبارک باشه. برین کنار. پدر سینمامون اومده. میدونین دوستان امروز اصلا حال ایشون خوب نبود، ولی بازم اومدن سر فیلم برداری و گفتن نباید تو کار وقت بیفته. تا اینکه متوجه شدن یه بچه سر فیلم برداری به دنیا اومده. واسه همینم اومدن که برای بچه دعا کنن. ما خیلی خوش شانسیم که ایشون امروز اومدن سر فیلم برداریمون و اینکه این بچه هم خیلی خوش شانسه. دقیقا همینطوره که ایشون اومدن براش دعا کنن. مگه نه؟ ممنونم. واقعا ازتون ممنونیم ما. خیلی خوب داداش زود باش برو بچه رو بیار. باشه آره بدینش به من. واقعا ازتون خیلی ممنونیم. آفرین. تا به امروز هر کسی که تو این سینما نقشی داشته اومده و از شما طلب دعای خیر کرده. فقط همین نبوده، دعای خیر شما همیشه پشت سر سینمای ما بوده. شما برای سینمای ما مثل گاندی هستین برای کشورمون. این بچه امروز عجله کرد و سر فیلم برداری به دنیا اومد. پس آقای هنگال این بچه هم محصول سینمای ماست. واسه همین همگی از شما میخوایم براش دعای خیر کنید تا این بچه کوچولوی شیرینم عضوی از خانواده ما بشه. آره میخنده انگار خیلی تو دیگه از ما هستی. گوپلی. آقای هنگال ایشون مادر این بچه است. مبارک باشه دخترم. با اومدنتون لطف بزرگی در حق خانواده ما کردیم. فقط چند روزه که ما اومدیم به اینجا، ولی حالا که بچم تو آغوش مرد بزرگی مثل شما هست، حس میکنم رابطم با سینما یه قدمت 100 ساله داره. اینو به فال نیک میگیرم و ازتون یه خواهشی دارم. میخوام اسم بچه‌مم شما انتخاب کنین. خودتون یه اسم بگین دیگه خودتون. خب آقای هنگال هرچی که شما بگین قبوله و تا آخر عمر با این دختر همراه میشه. مگه بهتر از این دعای خیر هست؟
چه اسمی واسه این دختر باشه بذارید یکم فکر کنم. یادم اومده توشو بذاریم. مادوبالا. 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 هر دو تا دخترتون خیلی خوش شانسن. جونشونو تو خطر میندازن، بعد یه غریبه از راه میرسه و نجاتشون میده. آقای دکتر شما الان چی گفتین؟ غریبه؟ حتی مادر خودش هم به اندازه من نمیتونست در حقش خوبی کنه، میفهمی؟ نه؟ خوب کاری کردین نوزاد و 3 روز توی بیمارستان بستری کردین. هم مادر و هم بچه چکاپ شدن. من میرم به مسئول ثبت بگم تا اسناد تولد بچه رو آماده کنن. متشکرم. شما مراقب دختراتون باشین. مراقب ایشون هم همینطور. دخترم وایسا نگاش کن مثل سنجاب داره میدوه. پسرم بگیرش، این دختر رو بگیر. گرفتمش. کجا میری خانم قهرمان؟ میخوام برم مامانم رو ببینم. میخوای مامانت رو ببینی؟ ولی دکتر گفته اگه کسی بره تو اینجا رو ببین، یه آمپول به این گندگی بهش میزنه. عیب نداره؟ این دختر کوچولو خیلی نترسا. پس چاره‌ای ندارم جز این که ببرمت پیش مامانت. هر کاری کردم نتونستم جلوشو بگیرم. برو دختر. که اینطور اون بیرون میگفت میخواد مامانشو ببینه، ولی تا اومد تو رفت پیش آبجیش. مامانت دوباره مامان شده، خالت هم دوباره خاله شده عزیزم. اما تریشنا خانم تو با اینا فرق داری. برای اولین بار آبجی شدی. خب شما چی شدی؟ هر چی که تو بخوای این همون میشه باشه. خب دیگه من باید برم. خیلی خوب خداحافظ. آقای مسئول ثبت چه خوب شد که اومدین. زود دفتر دستک تو آماده کن، گواهی تولدش رو صادر کن. زود باش. بله اسمتون چیه؟ دوشیز راما. هی چارچشم عینک تو بردار. من از چه زاویه‌ای شبیه مامانا هستم؟ مامان اینجا دراز کشیده. اسم ایشونو بنویس. شمشیر. خدافظ. خانم اسم بچه چیه؟ مادوبالا. ها؟ مادوبالا. تاریخ تولد؟ 3 روز پیش. 12 ماه. ها؟ 12 ماه. 12 ماه. ساعتش؟ راستشو بخواین درست یادم نیست. فکر کنم ساعت 12 و 12 دقیقه. ساعت 12 و 12 دقیقه. پس حتما ثانیه‌اش هم 12 بوده. الان یادداشت میکنم. محل تولد؟ داداش ما توی استودیوی فیلم برداری کار میکنیم، همونجا که فیلم ها رو میسازن. بچه همونجا به دنیا اومده. اسم مادر؟ پادمینی. اسم پدر؟ دوبله شده در استودیو جن.
بلاد چودری. من بلاد چودریم. من بلراد چودریم و شما ای شهر بمبئی، حالتون چطوره؟ همونطور که من لنگه ندارم تو هم لنگه نداری. آره، اونایی که گفتن این شهر جایگاه واقعی آدمو بهش نشون میده راست گفتن. حالا اگه از اون پایین منو نگاه کنین حس میکنین خدا بالا سرتون وایساده. مگه نه؟ مگه نه؟ دارین به چی نگاه میکنین؟ راستش قربان صورتتون داره رنگ پریده میشه. آره، این دندون درد کوفتی داره دیوونم میکنه. منو نگاه کن ببین چی به سرم اومده. حس میکنم هرچی بدبختی تو دنیاست سرم خراب شده. داداش نکنه چون قیافم شبیه تو شد فکر کردی داداشتم. چه خبر شده؟ خبرش خیلی خیلی داغه داداش، ولی نمیدونم شما خوشتون بیاد یا نه. بستگی به خبرت داره. از قرار معلوم شما از مادوبالا خوشتون میاد. مادوبالا؟ ای پس فطرت، باز منو یادش انداختی که اون میاد. پاک دندون دردم از یاد برد. چه صفت قربان بیاین دهنتون رو شیرین کنین. بده قربان شما پدر دومین مادوبالای کشور شدی. نگاه کنین. بیاین شما هم دهنتون رو شیرین کنین. اگر پسر شد به کمال میرسی، اما اگر دختر شد به همون اندازه که اون به شهرت میرسه تو شرمسار خواهی شد. خبر به این مهم میشده اون وقت یه شیرینی کوچولو باید بخورم؟ این چه حرفیه داداش؟ بفرمایید کل جعبش مال شما. برو گم شو. یا بخور. خبر به این بدی آوردی اون وقت میخوای دهنمو شیرین کنم؟ ببین 3 روز قبل که 2 تا چرخای ماشین پنچر شد همون موقع فهمیدم همش به خاطر به دنیا اومدن اون بچه است. از همون موقع بدبختی داره دنبالمون میاد. واسه همینم دندونم درد گرفته. با هر نفسی که میکشه داره جلوی نفس کشیدن منو میگیره. اون وقت این احمق به جای اینکه آدرسشو بگه واسم شیرینی آورده. قربان چه ده؟ فهمیدم. پس فهمیدی؟ این دختر موفرفریه رو که کنارشون وایستاده رو همیشه تو استودیو دیدم. فکر کنم دوست همسرتون باشه. پس این میتونه ما رو به همسرتون برسونه. زود باشین، باید را بیافتیم چون شمارش معکوس اونا شروع شده. بگیرش. قربان چیه؟ من میگم سر را شمارم ببریم دکتر. نظرتون چیه؟ دکتری اونقدر تخصص نداره تو بتونه درد منو معالجه کنه. درد مال منه، خودم هم درمونش میکنم. بلا چودری اصلا نباید وقت رو تلف کنی چون اون دختر به دنیا اومده. را بیافته. خانم اسم پدر بچه چیه؟ بله خانم باید اسم پدر بچه رو تو این فرم بنویسم. فقط اسمش کافی نیست، باید پای فرم رو امضا کنه. اگه مشکلی هست به من بگین. خانم من مشکلات بقیه رو درک میکنم. آقای عزیز بهتره فکرتون رو مشغول نکنین.
بدین خودم امضاش میکنم. شما؟ من پدر بچه‌م، شمشیر مالیک. این که نمی نویسه. خب میرم یه خودکار دیگه میارم. یه دقیقه صبر کنید. خانم هر چی زودتر این کار انجام بشه گواهی تولد زودتر صادر میشه. ببینید من عجله ندارم. کارای اداریشو 2 روز دیگه انجام میدم. چی کار میکنی؟ بیا موتورتو بردار، میخوام دوچرخه‌مو بذارم. کمک من الان کار دارم، به بقیه بگو. برو دیگه. برین کنار ببینم جگدیش کجاست. جگدیش تو این شیرینی‌ها رو از کجا خریدی؟ از شیرینی فروشی کاکا. از شیرینی فروشی کاکا؟ بیا بخور ببین که این شیرینی نیست، آشغاله. اینم بگیر، برو شیرینی فروشی کاکا بکوب تو صورتش. راما تو حالت خوبه؟ کسی که دلش نمیاد یه روپیه خرج کنه چی شده که دست دلباز شده؟ میدونی چیه خاله جون؟ 15 ساله که روما از خونه زده بیرون، نمیخواد شوهر کنه، بچه داشته، هیکلشو داغون کنه. برای همینم خدا جنسمو جور کرده. تو یه لحظه منو خاله کرد. ناقلا اومدن. سینی دارو بیار. واو بیا بدش به من ببینم. نگاش کن، مادوبالا رو ببینی. آره مادوبالا. خیلی خوب یه لحظه نگهش دار ببینم. سینیو بده. سینی 2. خوش اومدی مادوبالا. دوبله شده در استودیو جن. روما خب اینم خواهد. خیلی خوب بچه کنین، به کارتون برسین. زود باشین، امروز کلی کار داریم. زود باشین برین سر کارتون. میخوایم جشن بگیریم. روما میگم اینجا رو به خاطر کی تزیین کردی؟ میدونی چیه؟ این کارا رو به خاطر تو نکردم، همش به خاطر مادوبالاست. به خاطر این تزیین کردیم. ببین چه خوشش اومده. مادو بیا و کاخ خاله جون تو نگاه کن. اینجا فقط حرف من برو داره. خوشت اومد؟ یه لحظه وایس. به خاطر تو هر کاری میکنم. برو حاضرش رو. زود باش، امروز میخوایم جشن بگیریم، یه جشن اساسی. آخه خیلی خوب خداحافظ. برو بریم تیرشنا. کجا میری دختر؟ بیا ببین برای چی درست کردیم. بیا اینجا. باشه برای بعد، الان سرم شلوغه. مگه میخوای بری نون درست کنی که سرت شلوغه؟ آبجی کوچولوم اومده، باید همه کاراشو من انجام بدم. ای بابا اینو نگاه کن، میگه خواهر کوچیکم اومده، مسئولیتش هم با اینه. آخه خواهر بزرگه. خاله الان میفرستمش پایین. باشه دخترم. بفرمایید. میخواستم باهاتون حرف بزنم.
خب بفرمایید. من میخواستم جای بابای بچه اون برگه رو امضا کنم، نه جای شوهر شما. مأمور ثبت هرچی ازتون پرسید بهش نگفتین، برای همین اون حرفو زدم. اگه اسم باباشو نگین، مردم یه جورایی این بچه رو منحوس میدونن. وقتی جلوی اسم پدر بچه اسمی نوشته نشه، میدونین به اون بچه چی میگن؟ نامشروع. در حالی که مادای ما از هر چیز پاکی هم پاکتره. من نمیخواستم با امضای اون برگه رابطه ای با شما داشته باشم. فقط میخواستم مادای بچه حلال زاده باشه. پس لطفاً راجع به من بد فکر نکنین. ببینید، نیت شما هیچ مشکلی نداره. مشکل اصلی اتفاقات گذشته است. شوهر من هم یه اسمی داره دیگه. پدر این بچه یه اسمی داره. حالا اسمی ازش ببرم یا نبرم، اون واقعا وجود داره. با گفتن و نگفتن من یا امضا کردن و نکردن شما اصلا حقیقت تغییر نمیکنه. برای همین من یه حس عجیبی داشتم. چه حس عجیبی داشتی؟ چیزی نیست روما. اینجا چه خبره؟ ها؟ اینجا چه خبر شده؟ روما چیزی نیست. من 2 روز دیگه باید برم فرم ولادت رو تکمیل کنم. داشتیم در مورد اون قضیه خیلی خوب باشه، داداشم میبرتت. ببین تو برو یکم استراحت کن باشه، آخه شب یه جشن بزرگ داریم. پس برو حسابی استراحت کن که تا موقع سرحال قبراق باشی. خب من دیگه میرم، خدافظ. दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। به همین مناسبت یه شعر قشنگ یادم اومد. یه فرشته کوچولو پا گذاشت توی خونم، آی فرشته مظلوم، سوار بر مهتاب زیبا آمده. این فرشته ای که اومده تو خونم اسمش مدوبالاست.
पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, 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 कोई فکر کردی منم از اینام که یه تیکه شیرینی کف دستم میذاری؟ آره؟ آهای خانم چودری، یه تیکه دیگه هم بهم بده. چیه؟ همچین شوکه شدی که انگار خبر مرگمو شنیده بودی ولی حالا میبینی که زنده‌ام. من اومدم اومد اونی که باید می اومد. من اومدم. اول تصمیم بگیر میخوای تنها بمیری یا بقیه اینا رو هم با خودت میبری. من واسه هر جفتش آمادم. انتخابش با تو، مدیریتش با من. باشه؟ حالا بگو. پادمینی؟ فکر کنم این یارو داره اذیتت میکنه. آره؟ بذار خودم به حسابش برسم. شما کی هستی؟ من اومدم. هوادار مادو بالای بازیگرو، پدر این مادو بالای کوچولو. خوب معرفی کردم خاله خانم. نشونه گیرید که حرف نداشت، ولی طرز نگات خیلی مزخرفه. داداشا، من شبیه خاله خانومام؟ ها؟ جواب بدین. من واقعا شبیه خاله خانومام؟ ببین بچه، من واسه سیر و سیاحت تو نیومدم اینجا. اگه دست از پا خطا کنن منم دست از پا خطا میکنم. اگه کسی صداشو بالا ببره از اونجا صدای شلیک در میاد. آی یه نمونهشو نشونشون بده. هیچکی حق دخالت نداره، چون قضیه فقط به من و زنم مربوط میشه. اگه کسی بخواد کاری بکنه کلی نش برات ردیف میکنم، اونقدر که حتی نشکشای قبرستونم نتونن جمعش کنن تا همینجا رو تبدیل به گورستونشون کنن. شنیدین چی گفتم؟ روما تو حق نداری هیچ کاری انجام بدی. باشه، من هیچ کاری نمی کنم، ولی
ولی اون دختری که 5 روپیه میارزه. و اون یکی رو باید بیاری، میخوام با کشمش، میخوام همینجا با کشمش، ای میکشمش، نه 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 نه، میخوام با کشمش، نه 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 نه. بگو بابا. بچم. نه نه. بگو بابا. من باباتم، تو مادو بالای من. نه به بچم کاری نداشته باش. بابا از اون دور دورا اومده ببینه. حالا قراره با مامان دوتایی بریم یه جای خیلی خیلی دور. کوکری کوکری. خب حالا یه بابا بگو. دخترم، از وقتی که به دنیا اومدی دنیا رو به کام بابا تلخ کردی عزیز دلم. نه خیلی دختر شیطونیه مگه نه؟ نه نه نه. ببین بچه، ببین نگاه کن، ببین مادر چقدر وحشت کرده. مامانت فهمیده قراره الان بمیری نه؟ نه امکان نداره. من هر ستاییتون رو با هم میکشم. خوبه مگه نه؟ دخترمون خیلی شیرینه مگه نه؟ کلن به تو رفته، بس حالا با تو میره اون دنیا. نه بیا اینجا. ولش کن. به زودی باید بمیره باشه؟ ولش بیای ببرش. بریم. جانتا نیای بگم شلیک میکنم. میریشنا رقم بازش کن. رقمت گفتم نیا. خواهش میکنم برمون کن. نمیشه. ازش بپرس بعد مردن پرتش کنم تو اقیانوس یا جای دیگه. انتخابش با جنابالی، انجامش بابا. جواب آقا رو بده. نظری ما رو ببرن، نظرین کمکمون کنین. پاتو بذار رو گاز و از رو کلاج بردار. رانندگی یادت رفته؟ درست مثل تو. ببینم درسی که بهت داده بودم و یادت رفت؟ واسه کشتن کسایی اومدی که واسه خاطرشون جونتو بخشیدم. کسی که ذاتش خرابه هیچ رقمه درست بشو نیست. میدونی چیه؟ دم سگ همیشه کجه، هیچ وقت راست نمیشه. هر وقت میاد بیرون همینجوری کجه. حرف از سگ شد یه چیزی یادم اومد. هر سگی یه دوره‌ای داره. ولی امروز روز تو نیست. شما بچه ها رو بردار برو تو خونه. اصلا هم بیرون نیا. میبینم کلی دوست و رفیق پیدا کرده ها؟ تو واقعا پدر اون دوتا بچه یه معصومی؟ خجالت بکش. ماها تو سینما کار میکنیم.
موقع بازی بزن و بکش را میندازیم و خون میریزیم، ولی همیشه سعی میکنیم تا اینجور کارا رو تو زندگی واقعی انجام ندیم. واسه آخرین بار بهت فرصت میدم. اگه یه بار دیگه بازم تکرار کنی، دیگه خبری از بخشش و گذشت نیست. حالا هم گورتو گم کن. آی بذاریم برن. ازت میخوام نذاری زنده بمونم. تا پشتمو کردم بهم شلیک کن پهلوون پنبه، وگرنه حتما برمیگردم. بعد اون ستا رو به زور ازت میگیرم و میکشمشون. ببین کی بهت گفتم پهلوون پنبه. بریم. هیچی نمیشه، طوری نمیشه، چیزی نمیشه. من هستم. بیا یکم آب بخور. اتفاقی واسه بچت نمیافته. یکم آب بخور. آفرین. یه قلوب آب بخور. چیزی نیست، همه چی درست میشه. بازم آب بخور. آی معذرت میخوام. شما تو این قضیه هیچ تقصیری ندارین. روما مقصر اصلی تو هستی. ایشون همه چیو به تو گفته بود، همه چیو. باز برداشتی آوردیشون اینجا؟ داداش این چه حرفیه میزنی؟ من این بیچاره رو از تو خیابون... اگه اهالی این محل بیچاره میشدن خوب میشد؟ آخه برای نجات جون 3 نفر، جون چند نفر رو تو خطر مینداختی؟ داداش من نمیتونستم یه مادر و 2 تا بچه بیگناه و وسط خیابون بذارم برم. تو محله ما کسی مادر نیست؟ بچه نیست؟ واسه نجات جون این 3 نفر اون هم آدم رو تو خطر انداختی؟ نکنه دیوونه شدی؟ داداش داری چی میگی؟ تو چت شده؟ اصلا تو چی از جونم میخوای؟ به این بگو که باید از محله ما بره بیرون روما، قبل از اون که جون اهالی محلو تو خطر بندازه. داداش تو که شوهرش رو دیدی، آخه این چه حرفیه میزنی؟ چون دیدمش دارم این حرفو میزنم. خودت که دیدی چه کله خریه، چه سنگدلیه. واسه همینه که میگم نباید از اینجا بره. ولی مطمئنم اون حتما بازم میاد دنبالش. داداش من بدجور تهدیدش کردم، ولی مطمئنم اون حرف تو گوشش داداش نمیره. ببین چی میگم. اگه میخوای روک و راست بهت بگم پس گوش کن. این اتاق باید تا فردا صبح خالیشه، فهمیدی؟ داداش گوش کن چی میگم. داداش ببین چی کن. میگم. داداش برو کنار. روما داداش خواهش میکنم گوش کن، دارم بهت چی میگم. دوبله شده در استودیو جن. لطفاً به برادرت اصرار نکن. حرفای مالیک همش درسته. چیزی نمونده بود بلایی سر اهالی محل بیاد. من نمیخوام اون دوباره فردا بیاد. نمیخوام بیاد اینجا. ما باید از اینجا بریم، وگرنه اون دوباره برمیگرده. اینو نگو. اصلا باشه منم با شما روما با من نیا. تو نباید این کارو بکنی. فقط من و 2 تا بچه هم از اینجا میریم. این اتاق باید تا فردا صبح خالی بشه. اومدن اونایی که باید می اومدن. اومدن اونایی که باید بیان. اومدن واسه همین باید بچه 5 روپیه‌ایمو برن. باید بمیرن. نه نذارین فرار کنن. گیرش نه، زود باش فرار کن.